سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 8 سپتامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. رئیس سابق پنجکن شوکر صابروف به 8 سال زندان و پسرش به 8.5 سال زندان محکوم شد. بازداشت 7 جنگجوی تاجیکستانی در افغانستان از سوی طالبان. اکه و دادر 2 تاجیک دیگر را در روسیه کشته به تاجیکستان گریختند. مصادره 8.5 تن مواد مخدر در فرودگاه توشکند. تشکیل یک مرکه برای کارمندان میلیسیا با نرخ‌های تا 30% ارزانتر از نرخ بازار. یک میلیسیا ساکن واسه را کارت زده است. و اکنون تفصیلات خبرها. شوکر صابروف رئیس سابق شهر پنجکن و وکیل سابق پارلمان تاجیکستان با جرم قلابی به 8 سال زندان و پسرش امید صابروف به 8.5 سال زندان محکوم شدند. در چارچوب این پرونده مسعود خلیفایف وزیر سابق ساختمان تاجیکستان و برادر شهردار سابق دوشنبه مقصود اکراموف نیز محکوم شدند، ولی اداره پایگاه خبری بامداد هنوز چه جزای گرفتن خلیفایف را معین کرده نتوانسته است. دادگاه آنها را در قلابی به مبلغ بزرگ عیبدار دانسته است، ولی آنهایی که شوکر صابروف و مسعود خلیفایف را میشناسند میگویند که آنها گرفتار تهمت شدند. شوکر صابروف و فرزندانش امید و دلیر صابروف ها در اول سال 2023 از طرف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه یا اوباپ دستگیر شده بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 2 فوریه سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی از بازداشت گروه متشکل جنایتی عبارت از یک اعضای خانواده خبر داد که به گفته مقامات در فریب یک صاحبکار خانه‌ساز به مبلغ بیش از $2 میلیون عیبدار می شوند. سرور این خانواده صابروف شوکر جان جباروویچ که حالا 68 سال دارد، در سالهای 90 وکیل پارلمان تاجیکستان از پنجکن و هم چندین سال رئیس شهر پنجکن بود. خود دستگیر شدگان و یا نزدیکان و ادوکاتشان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی وزارت کارهای داخلی اون وقت ادعا کرده بود که شوکر صابروف و فرزندانش امید و دلیر صابروف به آن عیبدار می شوند که از صاحبکار اعظم صابروف برای ساختمان یک بنای بلند آشیانه در پایتخت بیش از $2 میلیون گرفتند. شهردار دوشنبه به اعظم صابروف برای ساختن مرکز کارگزاری یا مرکز تجارتی اجازه ساختمان داده بوده است، ولی امید صابروف به طلبات شهرداری موافق نبودن بنای ساخته شده آن را قبول نمی کند و طلب می کند که بیش از $2 میلیون پول به حساب شرکت امید صابروف گذرانده شده را برگردانده دهد. امید صابروف با جانب دعواگر وارد بحث‌های دادگاه شده برای تامین پیروزی خود در دادگاه بارای ساختکاری منزل‌های ساخته شده را به نام خویش و تبارش حجت کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید بسیاری از آنهایی که منزل‌ها را به نامشان حجت گذاری کرده بودند حتی خبر نداشتند که به نام آنها در دوشنبه چنین منزل هست. امید صابروف در گزارش نشر شده اعتراف میکند که از بس که عظیم صابروف پولش را طلب داشت و او الکی این پولها را در ساختمان بنا صرف کرده امکان برگردانیدن بیش از $2 میلیون را نداشت، مجبور شد که دست به چنین ساختکاری بزند. در گذشته صابروف را همچنان به آن عیبدار کردند که 15 سال پیش از شعبه بانک حالا مفلس شده تاجیک صادرات بانک در پنجکن $150,000 قرض گرفته تا قرض این بانک را برنگردانیدند. ولی چندی از ساکنان پنجکن در زیر خبر بازداشت شوکر صابروف و فرزندانش از او حمایت کردند و نوشته بودند که سهم او در نجات ساکنان پنجکن از گرسنگی در سالهای جنگ شهروندی بزرگ بود. به نظر آنها خود این پرونده هم بیشتر به بحث تجارتی شباهت دارد تا به قلابی. مقامات امنیتی حرکت تندرو طالبان که 2 سال باز امور افغانستان را در دست دارد در یک ویدیو از بازداشت 7 جنگجوی تاجیکستانی گروه تندرو داعش خراسان خبر دادند. در ویدیو نشر شده هر کدام از این دستگیر شدگان خود را معرفی میکنند. امید ولید پسر دوکو به گفته خودش سال 1999 در تولدخانه رقم 2 شهر دوشنبه به دنیا آمده است. فریدون پسر عبدالرحیم زاده نویه دوستی به گفته خودش لقبش در بین جنگجویان داعش سلیم بوده است. یعقوب محمدی ساکن شهر دوشنبه، رجبوف مسلمان پسر سلیمان از فیض‌آباد لقبش در داعش ابو احمد، جامی پسر عبدالستار از شهر دوشنبه، محمدزاده نسیم جان پسر محمد جان از نویه فردوسی شهر دوشنبه 17 ساله لقبش در داعش
خنزله بوده است. نورالدین فرزند میرزا از دهه پشدره کولوب لقبش در بین دویشی و سیفولو بوده است. لازم به گفتن است که به اکثر این جنگجویان بازداشت شده دویش لباس رنگش نارنجی را پوشانیدند که قبلا در زندانهای تحت نظارت امریکا در افغانستان به تن جنگجویان حرکت تندرو طالبان و متحدان آنها میپوشانیدند. ولید امیدوف پسر دوکو که طور از اسم پدرش برمیآید ظاهرا قفقازی تبار است، در این ویدیو نقل میکنند که در اول به رویه سلفی پیوست و سپس پیرو عقیده های به اصطلاح دویشی و جهادی شد. فریدون عبدالرحیم ملقب به سلیم بیان داد که او از طریق شبکه تلگرام به دویش جذب شده است. مسلمان رجبوف ملقب به ابو احمد گفت در اینترنت درس‌های اسلامی را گوش میکرد و در همانجا به دعوت‌های مبلغان دویش داده شد که میگفتند هجرت کنید، در زیر شریعت زندگی کنید. نسیم جان محمدزاده گفت هنوز وقتی در تاجیکستان بودنش به دویش جلب شد و تقریبا 1 سال بعد بیعت سپردنش به افغانستان آمد. جامی پسر عبدالستار نقل کرد که در تلگرام نفر با نام یوسف با او تماس گرفته برای پیوستن به دویش متقاعدش کرده است. گروه تندرو دویش خراسان یک شاخه شبکه بین المللی تروریستی دویش است که در افغانستان و پاکستان عمل میکند. به فرق از طالبان که با غصب قدرت در افغانستان ظاهرا آرام گرفتند و برای گسترش دامنه حرکت‌های به نام جهادی به قلمرو کشورهای همسایه حداقل در ظاهر میل نشان نمیدهند. دویش خراسان قصدش برای به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان گسترش دادن دامنه فعالیت‌های خود را پنهان نمی‌کند. مقامات تاجیکستان نیز این گروه را یک تهدید جدی به امنیت کشور ارزیابی می‌کند. دادگاه نهایی تور شهر مسکو 2 برادر از تاجیکستان را که به کشتار 2 هموطنشان در شهر چخ و ولایت مسکو ایبدار می‌شوند غایبانه به حبس گرفت. زنازنی خونین در چخوف شب 31 یولی سال 2023 رخ داده بود. آن شب بین 2 گروه مهاجران تاجیک، از یک طرف زادگان نوعی فیض‌آباد و از طرف دیگر زادگان ولایت ختلان، اول در یک قهوه‌خانه مناقشه کردند. بنا به فرضیه تفتیشات مناقشه از یک بهانه کاملا ناچیز سر زده است. گویا یک زاده فیض‌آباد با یک زاده ولایت ختلان درست سلام نکرده است. به بحث آنها دیگران همراه شدند و در نهایت 2 طرف به افاقه نآمده بحث خود را به کوچه کوشانیدند و همان شب در شوروی تر سیمفروپولسکای حساب و کتاب یار از بار تعیین کردند. در ویدیو از جای حادثه نشر شده دیده می شود که تقریبا 10 نفر در 5 ماشین به جای وخوری آمده ماشین‌های خود را نمایشکارانه در بین راه می‌گذارند و سپس با هم دیگر دست به گریبان می‌شوند و در نتیجه یکی از آن 2 برادر کارد را از جیبش برآورده 2 زاده نوعی فیض‌آباد دلیر یوسفوف ساکن 31 ساله دهه مومن آباد و همنام او دلیر تقایف ساکن 28 ساله دهه فتح آباد بر اثر زخم‌های کارد برداشتهشان به هلاکت رسیدند. در پی این اشتراکچیان مناقشه در عموم 12 نفر 6 نفری از هر یک جانب بودند. از جای حادثه فرار کردند. خود همان شب قاتل همراه برادرش به بلاروس و از فرودگاه پایتخت آن کشور شهر مینسک به دوشنبه پرواز کردند و در تاجیکستان پنهان شدند. به مقامات میسر شد که 4 اشتراکچی دیگر زنوزنی از طرف زادگان ختلان را دستگیر کنند. آنها بعد این حادثه به شهر میتیش در کناره‌های شمال و شرق شهر مسکو فرار کردند و در یک خانه شناسشان پنهان شده بودند. آنها بیان دادند که آن شب مست نبودند، یگان نوع مواد مخدر نیز استعمال نکردند. آنها همچنین بیان دادند که آن 2 مهاجر تاجیک را کی کشت و چگونه روسیه را ترک کردند. تاجیکستان پنهان شدن قاتل و برادر او نیز به تفتیشات از بیانات همین 4 دستگیر شده معلوم شده است. در تاجیکستان نیز این 2 برادر حالا تحت جستجو قرار داده شدند. نام آنها نشر نشده است، ولی بنا به اطلاع دریافته مقامات تاجیکستان درباره چه جنایت صادر کردن این 2 اکه و دادر و در وطنشان پنهان شدن آنها الکی خبر دارند. درباره شخصیت دلیر یوسفوف معلومات زیاد در دست نیست، ولی دلیر تقایف در چخوف و تجارت مواد ساختمانی مشغول بود. کمیته دولتی باجخانه ازبکستان روز 8 سپتامبر سال 2023 در کانالش در تلگرام از مصادره 8.5 تن مواد مخدر در فرودگاه شهر توشکند پایتخت این کشور خبر داد. چون این مقدار بزرگ کوکنا را که در بین استعمال کنندگان مواد مخدر به نام
پخول مشهور است، میخواستند همچون مک یا کوکنور غذایی در نونپزی و قنودی استفاده میشوند با صورت ترنزیت توسط قلمرو ازبکستان انتقال دهند. باجخانه گفت در 30 سال تاریخ فعالیتش بار نخست به مصادره چنین مقدار بزرگ مواد مخدر دست یافته است. بنا به اطلاع نشر شده چند روز قبل کارمندان باجخانه و خدمات دولتی امنیت ازبکستان در پستگاه گمرکی آویا یوکلار در مجتمع گمرکی تاشکند آیرو 100 خلطه مک یا کوکنور غذایی را که وزن عمومیش 25 تن بود تفتیش کنند. این بار را با هواپیما تا تاشکند آورده از اینجا میخواستند به ماشین‌های بارکش از طریق قلمرو ازبکستان به کشور دیگر انتقال دهند. کوکنور غذایی و افیون دو نوع گوناگون کوکنورند. کوکنور غذایی هرچند به کوکنور افیون مانند است ولی در صنعت خوراکواری استفاده می شود. دانه های آن را جدا کرده برای نونپزی و قنودی به کار می برند. اما در هفته تفتیش گمرکی آشکار شده است که در بین 25 تن باری که در حجت ها همچون کوکنور غذایی نشان داده شده است 8.5 تن کوکنور یا پخول که در ترکیبش افیون داشت پنهان کردند و میخواستند به صورت قاچاقی از طریق قلمرو ازبکستان انتقال دهند. باجخانه ازبکستان خاطر رسان کرده است که بر اساس قرار حکومت این کشور از 12 نوامبر سال 2015 تحت رقم 303 درباره تکمیل ترتیب واردات، صادر و ترانزیت مواد مخدر و پریکورس ها از طریق قلمرو ازبکستان و نظارت به گردش آنها به شمار می رود و گردش آن در این کشور ممنوع است. در حال حاضر مقامات باجخانه در رابطه با این قضیه پرونده جنایتی گشودند درباره اینکه آیا این مقدار بزرگ مواد مخدر را از کدام کشور با هواپیما تا تاشکند آورده بودند و اینجا توسط ازبکستان با ماشین ها به کجا بردنی بودند. در اطلاعیه چیزی گفته نشده است. درباره شخصیت افراد در قاچاق چنین مقدار بزرگ کوکنور نیز معلومات نشر نشده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر چند عکس خبر داد که روز 6 سپتامبر سال 2023 بخشیده به جشن 32 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در وزارت کارهای داخلی نمایش فروش محصولات خوراکی برای کارمندان میلیتسیا دایر گردید. سخنگوی وزارت کارهای داخلی پادپالکوونیک میلیتسیا گل محبوبه در گزارشش گفت در این نمایش محصولات خوراکی از قبیل گوشت، برنج، روغن، شکر، تخم مرغ، کارتوشکا و پیاز، پمیدور و بودرینگ، سبزیجات و دیگر محصولات غذایی پیشکش خریداران کرده شد. تمام این محصولات خوراکی از حساب خواجگی‌های یاری‌رسان وزارت کارهای داخلی پیشنهاد گردیده نسبت به بازار و مرکزهای سودا نرخ آن 30% ارزانتر به فروش گذاشته شده بود که این تحفه خوب در عرفه جشن استقلال به شمار می رود. گفته می شود در اطلاعیه سخنگوی وزارت کارهای داخلی یادآور شده است که در عرفه همه گونه جشن و مراسم های عیدانه چنین نمایش فروش های محصولاتی پیوسته از جانب رهبریت وزارت کارهای داخلی تشکیل کرده می شود. محبوبه گل این را شهادت از دستگیری و غمخوری نسبت به کارمندان این ساختار پرنفوذ قدرتی نامیده است. دادستانی ناحیه واسه یک کارمند میلیسا را با اتهام حمله و زخمی کردن ساکن محلی بازداشت کرده است. لتنانت کلان امیدجان امین جانزاده 24 ساله ناظر منطقوی بوده است. مقامات ناحیه میگویند کارمند میلیسا به آن متهم می شود که بعد یک بس معراج صلاح‌الدین 38 ساله را با کارد مجروح کرده است. یک منبع آگاه از دادستانی منطقه کولاب به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت 31 آگوست بین ساکن محلی معراج صلاح‌الدینوف و کارمند میلیسا امید امین جانزاده جنجال سر زده است. معراج صلاح‌الدینوف به ماشین ناظر میلیسا برمیخورد و به راننده ماشین میگوید که ماشین را خوب راند. با همین بینشان بحث می شود و کارمند میلیسا ساکن محلی معراج صلاح‌الدینوف را به زمینهای شرکت عبدالرحمن برده با کارد او را زخمدار می کند. بعدا کارمند میلیسا ساکن زخمدار شده را به بیمارستان برده میماند و می رود. وقتی طبیبان می بینند که زخمش بسیار وزنین است به شعبه میلیسا و دادستانی خبر می دهند. نقل کرده است منبع. معراج صلاح‌الدینوف ساکن زخمی شده حالا در بیمارستان مرکزی ناحیه واسه بستری است. طبیبان بیمارستان به خبرنگار رادیو آزادی اجازت ملاقات با او را ندادند و گفتند که اجازه دادستانی ضرور است.
سرخان ابراهیمزاده سردار بیمارستان نویه واسه در صحبت حضوری به خبرنگاران رادیوی آزادی گفته است سلامتی معراج صلاح‌الدینوف رو به بهبود است. سرطبیب همچنین تاکید کرد که حتی خود کارمندان بیمارستان بدون اجازه دادستانی حق در آمدن به اتاق صلاح‌الدینوف را ندارند. جمشید شریفزاده رئیس نویه واسه 6 سپتامبر در صحبت سر روی به خبرنگاران رادیوی آزادی کارزنی کارمند ملیسا را تصدیق کرد. رئیس نویه گفت که شخصا از حال معراج صلاح‌الدینوف در بیمارستان خبر گرفته وعده داده است که فرد گناهکار مجازات می شود. فعلا معلوم نیست که نسبت کارمند ملیسا امید امین جانزاده با کدام اتهام پرونده باز کردنی اند. سال روان این یکمین حالت نیست که کارمندان ملیسا با صادر کردن جنایت متهم می شوند. ماه ایون داستان کل تاجیکستان پلکوونیک ملیسا یا یاور سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخله را با گمان آدمربایی بازداشت کرده بود. یوسف زاده به آن متهم شد که 12 ایون اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت را ربوده بعداً در دهه چهاره نویه عینی به دریای فون پرتافت. با گذشت قریب 3 ماه تا حال جسد آموزگار پیدا نشده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.